ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم آت منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا تلفا. رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که هیچ شب نیست که بنده مسلمان با اجازت پروردگار صلح میکند و خداوند سپارش می‌دهد و فرشته به زمین فرود میآید. فرشته اول وظیفه‌اش چنین است که در حق انسان خیرخواه، انسان نیک، انسان سخاوتمند و کریم و بخششگر، انسانی که دست کوشا دارد و در فکر بنده های محتاج و گرسنه و کمبغل فقیر و مسکین هستند، در حق آنها فرشته دعا میکرده که اللهم آت منفقا خلفا. بار الله پروردگارا انسان نیکوکار را، انسان سخاوتمند و کریم و بخششگر را در مالش افزایش ببخش. یعنی دوستا و برادرانی که خیرها در راه خدا میکنن و مال و ثروت چون وقتی افزایش می‌یابد، البته با گفته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قبولی آن فرشته در حقش است. این دعا فرشته است. فرشته آمده حقش دعا کرد، مثلا هزارها دلار داد، $10,000 داد، $100,000 داد. وقتی خیر و خوبی هایی که میکنه با نگاه میکنه افزایش دسته، سخن پیغمبر حق است، صادق المصدوق است که رسول الله میگه فرشته در حقش دعا کرده است، ملائکه در حقش دعا کرده است که خدا مالش ده افزایش ده. برای چی؟ به خاطر که دعای ملائکه به پرده قبول به درگاه پروردگار. شما ما و شما اگر یگان استاد یگان داملا یگان عالم و دانشمندی با تقوا را اگر ببینیم در حال از او طلب دعا میکنیم و گمان نیک داریم که او شب زنده دار است، با تقوا است، یا اهل قرآن است، یا اهل ذکر است، از ما دیده به خدا نزدیک از دعاش مقبول است به درگاه پروردگار، بدانیم که دعای فرشته به یگان شبهه قبول است. در حقش دعا میکنه که خدا مالش زیاد کنه. واقعا انسان خیرخواه هم در دنیا هم در خانه قبرش هم در روز قیامت از این خیرهای کردگیش فایدهش میبینه. البته اگر با اخلاص دیان، قرآن اینا رو بسیار ذکر کرده. قرآن هیچ وقت دروغ نمیگه. الله میگه من جاء بالحسنه فله بعشر امثالها. هر کسی یک خیر کنه 10 تا در عوضش از جانب خدا میگیرد. دوستای خدا پیشتر که میدادن تو بگره در حال میگرفتم. باری هم این قصه رو نقل کرده بودم که یکی از نفرها در تاریخ اسلام از زنهای هست که در نزد پروردگار بسیار کرامت دارد، ولی زنهایی بودن که در نزد خدا کرامت داشتن و مثل حضرت مریم که قرآن چقدر ذکرش میکنه. و رابعه گفتنیه که از زنها میگه در این خانهش یک صدای درش میرون میشه و وقتی میره در پشت در ایستادگی یک نفر طلبنده بسیار دو کلچه روغنی با مزه در خانه شده برو رو میتیه نگاه کنه که فکر نمیکنه میتیه دیگه خانه ده چی ده نیست. امروز در خانه ما الحمدلله همه چی هست، از پولها مسرکدگی $1 رو از عروسیشو، شاید از یوروش، از سامونیش، از دیگرش، از خوردنیا سر کنیم چند نبود نو آرد، از گوشت ها سر کنیم آیله همون گوشت گوسفند نمیخره، گوشت بزش میاری، گوشت گاوش میاری، گوشت مرغش میاری، این روانش باشه همین خیلی مسکه هم یک خداوند تمام چیز دارد، نه که از خانه مسلمان زن و فرزند ناشکری بیرون میشه. گدایی که در خانه چیزی نداره به مثل زنهای ما نمیناله، همه چی را داره ما میگه چی نداره. این زن در راه خدا اینقدر داده شده بود که 2 کلچه در خانهش بود آورداد، برای چی به همه آیت باور داشت که خدا دروغ نمیگه. این حالی جوابش نمیاد 2 تا دادم 20 تا میگیرم. اگر بگاه شاید بعد عصر که کلچه که همسایه آمد میگه در دستش یک تبر کلچه های بسیار نوعی تنور کندگی
و گفت خوشتامون روان کرد که رو دعای حضرت بگی بیو. میگه گرفتیم در پیش در ایستادیم، قبول نمیکنه، حساب میکنه، میگه شمار کردی. شمار کرد که 18 دانه. گفت که کلان جان خودت خطا کردگی، برای چی حیوان نیست؟ حیرانش ایدری خانه بیرون شد، کلچه دیگه در بلوش مهد آورده داد. وقتی شمار کرد 20 تا، گفت انا این شیمای. گفت برای چی؟ گفت که برای هیچ وقت خدای من دروغ نمیگه. ان الله لا یخلف الميعاد و من اصدق من الله قیلا. از خدا راستگوتر یگون کس نیست. الله گفت یک بت 10 متر من 2 کلچه داشتم، همین روز دادم. با امید این داشتم که من ایمان دارم که خدا این رو 10 نه 20 تا کرده برای من میتیاد. همین دوستایی که امروز خیر و خوبی ها رو میکنن به همین نیت بکنن که خداوند که کریم است، خداوند که در رحم مادر یگان سوراخی دری نبود، ترا در روز خداوند زیاده از 9 ماه نه نفس کسی ترا داده میتونست، نه آب داده میتونست، نه جان داده میتونست. الله ترا همه شو ببینید در اوج برات محیا کرد. خداوند با امر خدا بیرون شدی آمدی، بدن لچ و عریان بود که هر رشته دنیا را داشتی. روز خدا همه چرا داد، مال و ثروت داد. که خدا امتحان میکنه که این خیر و خوبی ها رو کرد. این خوبی ها رو کرده، انشاءالله از خدای متعال امید داریم، باور داریم. این فقط فایده های دنیاش برادرای عزیز. اگه فایده خانه قبرش ببینه در فضیله صدقه، خداوند متعال وقتی که انسانی سخی مثلا دستکشاد و خیرخواه و بخششگر ای دنیا می رفت است، در خانه قبر می موندیان. فرشته های سوال و جواب کننده منکر نکر می آیند، از بالای سر از پایان هر چه می خواهند او را سوال و جواب کنند. صدقه یکی از عمل های نیکش است که می گفته که این دوستی من است. سوالی که شما میتین این فرمان خداست، نه که بر چیز مهربانانه این سوال میکنه. همین صدقه پشتیبانی میکند که مهربانانه او را ببینید سوال و جواب کنه. در روز قیامت هم یکی از درهای جنت به نام صدقه است. یکی از درهایی که مخصوص کسایی در اونجا داخل میشن صدقه. ولی شما اگر یک اونجا پرواز کرده باشین، شخص هایی که $40 و $60 و $80 میتین غیر علایده میبرن و ویبزال میبرن. نگاه کن در حال تیارم و اتوبوس هاشون تیارم و بیزنس کلاس ها. دانسته مانم برادرایی که خیر و خوبی هاشون زیاد است، در روز قیامت انشاءالله به امر الله ذوالجلال در جنت که به نام صدقه است راست براش کشاده میشه و از داخل او فرشته ها جدا میکنن، به همون در داخل جنت میکنن. و یکی از مکافات هایش که بسیار در روز دهشت، حدیث امام بخاری است، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. فردای قیامت آفتاب به امر خدا پایان میشود، بین مردم و بین آفتاب 4 کیلومتر میموند، 4000 قدم. حالی 152 میلیون کیلومتر آفتاب از ما دوره. آفتاب 20 میلیون درجه پیروزی داره و رنگ آتش از علاوه. فردای قیامت خدا سپارش میتید پایان میآید. حدیث بخاری است که رسول الله میگه به درجه زمین تصفیه میشود که انسان در عرق بدن خودش غوطه میزند. فاذا البحار سجرت، فاذا البحار سجرت، دریا همه علو میشن. همه نگاه میکنی یخها همه آب شدن، علو شدن، ولکان شدن. برای چی؟ برای آفتاب نزدیک میشود. لیکن 7 طایفه در روز قیامت در زیر عرش خدا مهمان الله هستند. یتش رجل تصدق بصدقه، نفر است که خیر میکنه، صدقه میکنه، فقط رضایی خدا رو میخواه. فاخفاها ان تعلم شماله ما ينفق یمینه، از ترس آن که میترسه پنهانی میترسه که یکی اون خاص نفهم ما که اشاره شده است. رسول الله میگه میترسه دستی راستش داده که دستی چپش خبر شود. مراد از این پنهانی میترسه. خیر خوبی های پنهانی بکنه، یعنی از خیر کردنش راضی میشود، خرسند میشود. همین انسان اگر خیر کنه بسیار خرسند شود، بدون ایمانش کامله. نه که با خیر کرده زیاد شد، این بچه چی به میره دادم، این پول با یک 100 سوم کم شد یا 50 سوم کم شد یا $100 کم شد، گفته دانا که از این خیر کردگیش ثواب نمیگیره. از خیر کردگی انسان صاحب مال و ثروت با خیر خوبی هاش بسیار خرسند خوشحال شود. این اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر ما قیسه کنیم از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم، به مثل عبدالرحمن ابن عوف
خیری که حضرت میکرد نمیترسید. در حیات 2 بار تمام مال شد دیگه. یگان رشته در خونش موندگی نیست، تمام مال شد دیگه در راه خدا. نه که وقتی که خداوند او را اینقدر دنیا را به سویش روان کرد، میگه من از خونه بیرون میشم، همه بیرون میشم، همین تا فقط بیرون با کوچه ها برام، خدا همین خریدودگی من که جمع میکنم میارم خونه میلیون ها دلار میشه. یک کاری خوبی ها شبی پیش از مرگش میگه گفت که همه جنگاوری بدر چند کس زنده مونده و رفتیم جای بدر ما ندیدیم، بسیاری میرفتن نشون نمیدن. در غزوه بدر اولین جنگ است که بین کافر و مسلمان شده دیگه. 313 نفر بر ضد 1000 نفر شده دیگه. 313 نفر حضرت علی میگه ممکن مده 20 نفر 100 نفر در یک اسب نوبت که تصور میشتیم. کافر رو همش اسب داشتن، همش شمشیر داشتن. لیکن این مردکو در روز غلبه کردن. در نزد خدا اینقدر قدر داشتن که خدا گفته رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت اگر بدریا گناه کنه خدا دوزخ نمیده روی شما. حاتب ابن ابی بلتعه بخاری در روایت میشه وقتی که نقشه فتح مکه مکرمه را وقتی فروخت به مشرکا، حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشستند که جبرئیل امین آمدند گفتند یا رسول الله حاتب ابن بلتعه نقشه جنگ فتح مکه را فروخت. حضرت علی روان کردند، از گیسو یا زن گرفته آوردن، وقتی نقشه را دیدن به حاتب پرسید چرا این کارو کردی؟ که حضرت عمر گفت این زن از رو که رسول اجازه سرش میذارم. پیغمبر خدا گفت کردارش نشه، تو نمیدونی آیا که این حاتب از شخصیت های هسته که در بدر اشتراک کرده، خدا لغزش های اینا رو هم را بخشیده. بعد میگه که حضرت عبدالرحمن گفت که ای همه برادرایی که در بدر اشتراک کرده بودن چند نفر زنده؟ گفتم فلان قدر زنده. هر یک تیمور من حساب کردم 40,000 دلار بود. هر یک بدری رو 40,000 دلار بتیم. گفت چرا؟ گفت تمام این نفس آزادی که ما در اسلام زندگی میکنیم خدمت همین مردکه. همه خدمت کردن که امروز ما مسلمان شدیم الحمدلله. همه خدمت کردن که امروز ما پدر و مادر احترامین خیر و خوبی و صدقات ما میکنیم. بنیت ثواب چیه؟ از تعلیم رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی انسان شخصی که از جمله های بنده سخی و سخاوتمند، حتی روایت ها هست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعضی هم میگن روایت به صحت نرسیده، میگن از سخی و قریب من الله قریب من الجنه قریب من الناس و بعید من النار. انسان سخاوتمند و خیرخواه و نیکوکار و بخششگر به رحمت خدا نزدیک است. خدا دوستش می‌داره. واقعا یک چیز دوستایی که خیر بکنن، شما همین قدر عنوان برای شما بساز، همین قدر عنوان برای شما بساز که خدا از دوستاش صدقه را قبول میکنه. همین قدر عنوان برای شما بساز که خدا یعنی شما را دوست داشت، در قلب شما محبت بنده های فقیر و کمبغل جا کرد. پروردگار شما را نسبت نظر رحمت کرد که امروز شما از مال و ثروتتان از حق زن و فرزندتان برآورده به بنده های محتاج خدا میته. این نشانه دلالت و علامت آن است که خدا شما را دوست داشته. وگرنه دوستای گرامی، برادرای عزیز، از شما دیده پولدارتر است که یک خانه یک قصرشون میلیون ها دلار میسته، ماشینای مثلا استفاده میبردن 200-300 هزار دلار میسته. امروز حتی به فرزند پدرش رحم ندارد، 100 سوم به فرزند پدرش نمیتید. یعنی دلالت به آن دارد که خدا شما رو دوست داشته، خدا ای دوستاش قبول میکنه. خدا کسی رو دوست داره و در قلبش محبتی همه خیر و خوبی ها رو جای میداده. میگفته ای بنده من تو را دوست میدارم، من میخوام از بین میلیون آدم پلیتی را بگیرم. وقتی دوست داد پلیتی رو میگیرم. و صحبت ها هم کرده بودیم که عایشه مادر ما نخل نمیتیم، اما حضرت عایشه مادر ای بین پولهای نو میگرفته، با عطرش میزده و میپرسید مادر عزیز چرا خیر میکنی؟ میگفته من رسول الله شنیدم که وقتی تو خیر میکنی همین پول پیش از آن که در دست فقیر و محتاج رسد در دست خدا میرسد. من دوست میدارم که پولی بهترین و خوشبوترین در نزد خدا باشه. حضرت سوده مادر ما رو نقل میکنه که از زنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم است. حتی در خانه‌اش محتاج فقیر و کمبغل می آمده است، نمی‌داشتن حتی اگر با قرض می‌کرده می‌آمده هم محتاج پولش می‌داده. میگفت تو را با خودمون ایج اومدم یا رسول من قرض میدم. اینا همش خوبی ها و خیرهایی که برادرای عزیز کسی که باشد میکنه. اصلا ماه مبارک رمضان یک مدرسه کلمه. شما مدرسه اگر خوندگی باشید
در مدرسه فاکولتت ها هست، خیلی است. هر فاکولتت به خودش اختصاص داره. انا همین مدرسه رمضان مبارک هم مدرسه است که مسلمانان را در این وقتی که رمضان میاد روزه میگیرن داخل همین مدرسه شدن. یکی از تعلیم ها و درس ها و بهترین امتحانی در رمضان مبارک این خیر و خوبی صدقه است. یکی از خوبی برای چه صدقه مثلا فطر داره در رمضان مبارک، ولی اما صدقه های فطر هم باید که برادرایی که ثروتمندند 10 سم و 20 سم نتیا ثروتمندایی که خدا صاحب نصابشون کرده و رسول الله از 5 چیز صدقه فطر گفته، یا از گندم گفته، از جو گفته، از خرما گفته، حتی از عقیق که بعضی ها خروتش میگن، خیماقش میگن، یا سیر و پنیرش میگن، ای مویز گفته، مویزایی که دسر خونهای بایهای شما 3 کیلو مویز حساب کنید چند سم باشد، برادری که بای ثروتمنده ای 3 کیلو مویز اینه که سر هر یک نفر خانواده 3 کیلو مویز دیا. مویز اگر 100 سم باشد 300 سم میشه. $30 اگر حساب کنن 5 نفر باشه از $50 صدقه فطر. یک سال یک بار یا فقیر بیچاره دست تو یک ماه خوراکش شود، یک ماه مثلا زندگیش خوب شود، بس صدقه فطر میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این ادامه حدیث گفتن که فرشته دیگر در حق انسان ممسک بخیل دعای بد میکرده، میگفت خدایا همه انسانی که ای مادر به دنیا آوردشی چی نداشت این روز همه چی دارد. یعنی چیزهایی داریم که در عالم ارواح با اجداد ما حیران میشه و ندیدن این چیزها را. اما خیر نمیکند، خوبی نمیکند، صدقه حتی بعضی زکات نمیتیا، مول ثروت خدا دودش زکات نمیتیا. و قرآن وقتی که نزد حضرت موسی آمد گفت که دعا که یک خدا ثروتمند و پولدارم کنه مال ثروتم بتیا. حضرت موسی وقتی دعا کرد که پولدار شد و مالدار شد، دیگه هر دیگه تپو پشته رو میدیدی مالهای زیاد میگفتن ای که میگو ای قارون ای کجای میرفته ای همه میگفتن. الله سپارش داد که قارون رو گفت که 2.5% زکات بتیا. ای 100 گوسفند یک گوسفند ای 1000 تا داشته باشه 10 گوسفند ای. میگن خدا سختگیری نکرده که خدا قدرت داشت، خدا قوت داره، حق داره بالا ماگی بگه همه شتی که الله چی گفت ای 100 تا یک تاتی. خب آچین تا که سر میشه وقتی به 100 رسید ای 100 یک. خب کسی بسیار داره پیش از دامنه محلش میره با همش مفصل میفهمه میشه. بعد گفت که من زکات نمیتونم. بعد نصیحتش کرد در قرآن قصهش بگذارم میگه ای مسلمان را نصیحت نکرد. ما اگر به عقل میشیدم به سواد بشیدم پولدار بشیدم این فکر میکنه همه خدا میلیون داده دیگه همه چی ما میدونم. قبول نکرد، نصیحت قبول نکرد. الله عزوجل سپارش داد همین زمینی که بالاش قارون لباسای طلایی قطعه گشت. الله سپارش داد که اگه زیرت بکشش جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حق است وقتی امتحان. دیگه این زمین او زمینی نیست که قارون قدی تمام حاضر باشد بگرد داد و فیغان کرد. این زمین دیگه فرمان خدا رو میگیرد قارون رو میکشه. قارون دیگه داد و فیغانش میبره که ببینین دینی فایزمان منی همشه بگیرن نه که من نجات بیابم. دیگه حالا وقتی قبول نیست. برای کسی که زکات نمیده او در فکرش بیشه که فکر نکنه هر روز پولات حساب میکنی 2 میلیون 10 میلیون 100 میلیون دلار شده دیگه از بین نمیره که خدا در کارش اینم 10 میلیون در دست ای همه چیزی دنیا رو از بین میبره. نه آرد میوی، نه آب میوی، نه نفس میوی. همه دلارات خورده نمیتونه که تو ای گرسنگی تشنگی رها بیوی. خدا این قدرت دارد. فکر نکن که $1,000,000 دارم دیگه گرسنه نمیمونی، $1,000,000 دارم دیگه تو صاحب نفسی. مرحمت امروز دنیا رو خدا در نظر ما نشون داد ایستاده که میلیون ها دارم لیکن نمیتونه که شفا بیاره. خداوند دعا کنیم که این خیر و خوبی و افطارهایی که برادرای عزیز کردن خالصانه الله درگاهش قبول کنه. و دوستایی که امروز در تاجیکستان و در غیر تاجیکستان در روسیه و در دیگه واقعا وقتی که دستگیری بنده های گرسنه و تشنه و بی لباس خدا هستند، خداوند همون وعده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وعده کردند هر مسلمانی که یک بنده مسلمان گرسنه
یا تشنه را آب میتید و تعاب میتید. خداوند در روز قیامت ای حوض کوثر و از میوه های سبز جنت او را خودش مهمانداری میکنه. الله مهمانداری میکنه. رسول الله میگه من نه، الله مهمانداری میکنه. مثلا دعوت میکنه فلان بای بچه، دعوتنامه از جانب پروردگار به مهمانخانه خدا دعوت میکنه. چرا؟ برای که در دنیا تو به داد بنده های گرسنه و تشنه من رسیدی. اگه امروز از این دسترخوانی که من برای تو آماده کردم جنت او طرفش بشینی و خدا را به مثل مانند ببینی، آن همیشه از دسترخوان خدا طعام میخوری. لباس پوشانید. اگر در روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که از لباس های سبز بهترین جنت خدا او را لباس بپوشاند. شما تصور کنید دوستای عزیز، یا رئیس کلان اگر شما را در مجلس بردارد، تلویزیون شما را نوارده گیرد و حبو خودش بیاره شما را یا لباس پوشانه، اون لباس تا مردن تا نمیروری. شاید کفن کردن میگه همه را کفنم کنه که فرمانچه پوشون دیگه. شما تصور کنید در روز قیامت خدا میپوشاند این بای بچه‌ای را که بنده های بی لباس خدا را لباس میپوشاند. و دیگر چی؟ در روز قیامت از اون سوالی که خداوند در روایت بخاری آمده است، بای ها را میخیزاند میگفته که من گرسنه ماندم چرا مرا طعام ندادی؟ از این سوال تو سوال جواب نمیشوی. زیرا گرسنه گفت من گشته ماندم تو طعامش دادی، من تشنه ماندم آبش دادی، من لباس ندارم لباسش دادی. الله عزوجل دعا کنیم از تمام آفات و بلیات، خصوصا این بیماریایی که امروز دوا ندارد دیگه، یگانه دواش برادر عزیز باور کنید این خالقش الله است. یگانه واکسینش رضایی پروردگاره، هیچ چیزی دیگر نیست. اگر میشد دولت های ابرقدرت این واکسینش میافتن. یگانه همینه به شومی گناه آمده به سبب توبه از بین میرود. یعنی که از خدا طلب کنیم این شب‌ها این درهای رحمت کشادگی فتح الابواب الجنه، حال درهای بهشت تا روزی آخری رمضان کشادگی، درهای دوزخ بستگی 24 ساعت رحمت خدا میبارد. ما باید از این استفاده بریم، شب و روز دعا کنیم که خدا این وبا را برداره از این بلا، این وبا و این بیماری ها را از خصوصا ترکستان عزیز، از تمام دولت های مسلمان نیستش کنند مسلمان را، تمام بای بچه هایی که امروز خدمت میکنن خداوند تو خودت میدانی، نام با نامشون میدانی، شرط نیست نام آنها را گرفتن. الله عزوجل هر مراد و مقصد نیک دنیا و آخرت داره با مقصد شما رسانه. از تمام آفات و بلیات، از تمام بیماری هایی که امروز به دوام موندن خداوند در پناه اصلاحش نگاه دار. از شر ظالمان، از بدی بدخواها، از شر دشمنان و حاسدان، همشان و همه ما مردم مسلمان در پناه اصلاحش نگاه دار. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف.